یک واقعه تلخی بود واقعا و به هر حال جریحه دار کرد افکار عمومی رو. این کارها در مورد هر کسی که اتفاق بیفته به شدت محکوم هست و یک اخلال در نظم و انضباط عمومی است، به اضافه بر این که یک جنایتی است علیه افرادی که حق شهروندی اونها مورد تجاوز قرار گرفته. فراجا با جدیت این کار رو در حال تعقیب هست، دنبال میکنه، سرنخ‌هایی هم به دست آورده. این کار با تا آخرش با از طریق فراجا دنبال میشه با نظارت قوه قضاییه و امیدواریم که قاتل یا قاتل نهایی رو به سرعت بتونن پیدا کنن. به هر حال سرنخ‌هایی هست ولی تا رسیدن به اون نتیجه نهایی باید صبر. برخی این قتل رو با قتل زنجیره‌ای تشابه دادن. ببینید اینها اظهارات بی‌پایه و ناصحیحی است و اینکه چرا یه عده‌ای تلاش میکنن هر ماجرایی رو که از این دست اتفاق میفته تبدیل کنن به یک مسئله خارج از اون حوزه، خارج از اون عرصه، واقعا مورد سوال هست و باید مردمان عنایت کنند که این کسانی که دنبال این خطوط هستن معمولا تو مسائل دیگه هم همینجور هستن، یعنی همواره به دنبال آشفته سازی، به دنبال ناامسازی فکر یا جامعه و ناامسازی روانی هستند. سعی میکنن یک مسئله رو در یک زمینه دیگری تفسیر و تحلیل کنن. این حرف هم از اساسش غلطه و هم این که تلاش کسانی که سعی میکنن این رو تو این چارچوب تعریف کنن حتما نیتاشون مورد تردید و سوال است.